دوستان عزیز، دین مبین اسلام پیروانش را همیشه به ادای حق همدیگر ترغیب می کند. عیادت بیماری که از آداب والای دین مبین اسلام و یکی از حقوق مسلمانان میان همدیگر است. بیمار را عیادت نمودن باعث تسکین بیمار، استوار گشتن دوستی و محبت می گردد و اگر رنجش در میان باشد باعث برطرف گشتن آن می گردد. علاوه بر این همه منافع، عیادت بیماران اجر و ثواب فراوان دارد. عیادت بیماران از فرموده های پیامبر صلی الله علیه و سلم است. برای ابن عازب رضی الله عنهما می گویند فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم ما را به 7 چیز امر نمودند: بعیادت المریض و اتباع الجنائز و تشمیت العاطس و رد السلام و ابرار المقسم و نصر المظلوم و اجابت الداعی. رواه البخاری و مسلم. یعنی یکم عیادت بیماران، دوم از پشت جنازه رفتن، سوم عطسه را جواب گفتن، چهارم جواب سلام را دادن، پنجم قسم خورده را برای اجرای قسمش یاری کردن. فرضاً اگر به دوستش خطاب کرده با قسم گوید به خدا این چیز را از من باید پذیری، به خدا باید با من فلان جای روی، باید اجرا کند تا قسم برادر مؤمنش بدون اجرا نماند و کفاره واجبش نگردد. ششم مظلوم را کمک نمودن. هفتم دعوت را اجابت کردن. روایت امام بخاری و مسلم. عیادت بیمار سبب دریافت نمودن کرامت هاست. ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده است که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله عز وجل یقول یوم القیامه یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، قال یا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ رواه مسلم. خداوند روز آخرت به بنده خطاب کرده می گوید: ای فرزند آدم، من بیمار شدم ولی مرا عیادت نکردی. بنده در تعجب شده می گوید: پروردگارا، چگونه تو را می توانستم عیادت کنم در حالی که تو پروردگار همه عالمیان هستی؟ خداوند به او می گوید: مگر به تو خبر نرسیده بود که فلان بنده من بیمار شده است ولی تو به عیادتش نرفتی؟ مگر نمی دانی که اگر او را عیادت می کردی مرا آنجا می یافتی؟ روایت امام مسلم. برادر و خواهر گرامی، مگر به این گفتگو میان خداوند و بنده در معرض حساب قرار گرفته عمیق‌تر تأمل نموده ای؟ این صحنه را بار تصور کرده ای؟ من بیمار شدم ولی به عیادتم نآمدی. خداوند یکتا، قیوم آسمان ها و زمین، رازق انس و جن، صمد بی نیاز که همه خلائق به او نیاز دارند و او تعالی به هیچ کسی و عیادت و طاعت او نیازمند نیست، چون این می گوید: مگر در سراغ لطف و رحمت خداوند نیستی؟ ببین که این همه در کجا موجود بوده است. اگر او را عیادت می کردی مرا آنجا می یافتی. چه بسا اسلوب مؤثر برای هر کسی که قلبش بیدار باشد. چه بسا پند کافی است اگر گوشی پند پذیر باشد. چه بسا عمل بزرگی که انجامش باعث نایل گشتن لطف و رحمت و عنایت مولا بوده است. امام نووی رحمت الله علیه در شرح حدیث چنین گفتند: خداوند بیماری را اینجا به خودش نسبت داده است. بیمار شدم گفته است، در حالی که این وصف به خدا نشاید و خداوند هرگز بیمار نمی شود، زیرا بیماری
از صفات و عادات مخلوقان است و خدا از اوصاف و عادات مخلوقان پاک و منزه است. ولی مقصد نه خود خداوند بلکه بنده است. این اسلوب افاده‌گری تشریف برای بنده و به قرب خدا مشرف سازی است. اینچنین معنای مرا نزد شخص بیمار میافتی، یعنی ثواب و کرامت مرا آنجا پیدا می نموده.